بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان نهایت عزیز و گرامی، در درس گذشته همراه درباره بعضی آداب‌های وارد شدن به خانه و خارج شدن از آن را دیده برآمده بودیم و نگاه کردیم که خانه، منزل یکی از نعمت‌های بزرگ الله تعالی تنها برای انسان‌ها نیست بلکه برای تمام مخلوقات است. دوستان عزیز، در این نشست می‌خواهیم درباره یکی از نعمت‌های بیشمار دیگری الله تعالی همراه صحبت داشته باشیم. عائله یکی از نعمت‌های بزرگ الله تعالی است که برای انسانیت آن را عطا کرده است. عائله در دین اسلام مقام بالا دارد. این دین مبین برای ساختن عائله، برپا کردن آن خیلی ترغیب زیاد کرده است. همچنین برای اهمیت آن و حفظ آن نیز ترغیب و تشویق کرده است. وقتی نگاه میکنیم این دین مبین و این دین کامل از آغاز برپا کردن عائله تا دوامناک شدن آن و خوشبخت گذشتن آن عائله یا خوشبخت شدن آن عائله معیار و قانون و آداب و اخلاق خود را معین کرده است. وقتی انسان با این قانون، آداب و اخلاق این دین مبین معین کرده زندگی میکند، این عائله در سایه خوشبختی، آرامی و احترام زندگی میکند. دوستان عزیز، در این نشست باید نگاه کنیم به پیشوای خود، به رهبر خود و به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که با عائله خود در چه مناسبت بودند. چون همه ما میدونیم که در این دنیا نمونه ما ایشان هستند. الله سبحانه و تعالی در قرآن در سوره احزاب فرموده است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بیشک در رفتار و کردار پیامبر صلی الله علیه وسلم برای شما نمونه نیکو است. یعنی باید هر کرداری که ما میکنیم، هر رفتاری که میکنیم، باید که با پیامبر صلی الله علیه وسلم تقلید کنیم و از ایشان در زندگی خود عبرت گیریم. خب برای کی نمونه هستن پیامبر صلی الله علیه وسلم؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر و ذکر الله كثيرا. هر کسی که امید پاداش اعمال خود را دارد، امید دارد که روز قیامت با الله تعالی روبرو می شود و مقابل اعمال خود پاداش خود را می گیرد، برای همین خیلی انسان ها پیامبر الگو هستند. باید الگو گیرند پیامبر صلی الله علیه و سلم را، باید نمونه گیرند. و این خیلی انسان ها شخصانی هستند که خدا را بسیار یاد میکنند و ذکر الله کثیرا، و خدا را بسیار یاد میکنند. وقتی مادرمان حضرت عایشه اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم را وصف میکنند، چنین میگویند: کان خلقه القرآن. اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم، رفتار پیامبر صلی الله علیه و سلم این قرآن بود. طبق قرآن عمل میکردند و گویا قرآن زنده بودند که با پایهای خود در این زمین راه میگشتند. همچنین مادرمان عایشه رضی الله عنها فرمودند وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم در خانه می بودند، بعضی کارهای خانه را انجام میدادند. اینجا نگاه کنیم به این حدیث. حضرت عایشه فرمودند: کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یخیط ثوبه و یخصف نعله. وقتی در خانه می شدند، لباس خود را جای می شد می دوختند و پایافزال خود را نیز درست می کردند. و همچنین
حضرت عایشه فرمودند که پیامبر صلی الله علیه و سلم بار کسی را به دست خود نزده‌اند، یعنی آزار نداده‌اند، نه زن را و نه یگان خدمتگار را. تنها دست خود را وقتی در جهاد در راه خدا می بودند آن وقت استفاده میکردند. از صحابه بزرگ برای ابن عازب آمده است که فرمودند پیامبر صلی الله علیه و سلم را دیدم که حضرت حسن را به کتف خود گرفته بودند و می گفتند پروردگارا من این را دوست می دارم، پس تو نیز این کودک را دوست بدار. نگاه کنید پیامبر وقتی در خانه بودند با فرزندان خود، با نبیرگان خود با مهربانی و با شفقت معامله میکردند، با آنها بازی میکردند و ایشان را تربیه میکردند که در بسیار آثار و در بسیار خبرها آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم خصوصا با حضرت حسن و حسین چخیل بازی میکردند و آنها را چخیل به آغوش میگرفتند. همچنین در دیگر حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی در خانه می بودند مشغول با کار خانه می شدند. کان رسول الله صلی الله علیه و سلم فی مهنت اهله. دوستان عزیز، خیلی قید کردیم عائله در اسلام مقامی بالا دارد و گفتیم که برای خوشبختی آن این دین بزرگ قاعده و قانونی آن را گذاشته است و باید آن برای خوشبختی این عائله رعایت شود. اما متاسفانه مخصوص سازمان‌هایی هستند که برای از بین بردن این عائله تشکیل شده است و خصوصا در جهان اسلام این سازمان‌ها کار میکنند، فعالیت میکنند تا توانند یک رکن اساسی جامعه را از بین ببرند. شما نگاه کنید، هر جامعه عبارت از عائله و عائله عبارت از فرد است و توانستند که در بعضی کشورها فرد را از بین ببرند. حتی در بعضی کشورها مفهوم عائله که یک چیزی به اصطلاح در یک جامعه مقدس یا خود یک رکن یک جامعه هست متاسفانه از بین رفته است و هر جامعه که در آن عائله از بین رفته باشد این جامعه رو به نابودی است. بنابر همین این سازمان ها تلاش میکنند خصوصا بیشتر اخلاق افراد را ویران کنند، اعتقاد انسان ها را تخریب کنند تا در نتیجه وقتی اینها عائله برپا میکنند با عائله با یک چیزی عادی نظر کنند. بنابر همین از بین رفتن عائله ها یا که ویران شدن عائله ها متاسفانه در جامعه های اسلامی خیلی زیاد شده است. از یک طرف درست است که جاهلی بعضی ما مسلمان ها است، از یک طرف دیگر این سازمان ها خیلی فعال هستند، با هر نمود زهرپایشی خود، با هر نمود اقدامات ویرانکارانه خود و زهرپاشی خود به دنبال نابود کردن عائله ها در جامعه اسلامی است. بنابر همین از این چیزا باید خیلی آگاه باشیم و باید دانیم که این دین مبین برای ساختن عائله و برای ادامه‌ناکی آن و خوشبختی آن اهمیت داده است و آن را باید ما آموزیم و باید با آن عمل کنیم و باید به دیگران فهمانیم. تا درس آینده همه شما را در پناه الله مهربان می‌سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.